خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک دوستان و عزیزانی که صدای بنده رو شنوا هستند. جلسه امروزمون در خصوص ادامه بحث نظرات خاص، نظرات عام و جدیداً رسیدیم امروز به بحث در واقع جلسه نظر به درجات که حالا با 5 نظر اصلی و چند نظر فرعی دوباره سر و کار داریم اینجا. خب ببینید، برای اینکه ما بتونیم که در واقع یک چارتی رو تفسیر بکنیم باید ابعاد بیشتری از اون رو بلد باشیم، باید به گونه های مختلفی از اون دسترسی و آگاهی پیدا بکنیم که برای ما کارساز باشه، که همه اینها برگرفته از آسترونومی نجوم هست. خب این خطوطی که شما الان اینجا میبینید بعضا سبز، بعضا در واقع قرمز و با شکل‌های مختلف مثل مثلث یا شکل‌های شبیه به علامت ضرب یا مربع هستند، اینها هر کدوم نشون دهنده یکی از مواقع خاص آسترونومی هست که خدمتتون الان عرض میکنم که چیا هستند. خب در این لیست در واقع تولباری که به عنوان لیست نشون دهنده مواقع نجومی هست، از لحاظ آسترونومی فاصله گرفتن دو سیاره از همدیگه در فواصل مختلف چی است؟ نشون دهنده در واقع مواقع خاصی از آسترونومی و آسترولوژی هست که برای هر کدوم از اینها یک تعداد احکامی قائل شدند. خب که در این جلسه قرار اینا رو با هم دیگه صحبت بکنیم که هر یک از این نظرات یک علامت خاصی داره، مثل مستطیل، مثل این علامت ضرب یا مربع و این یک دیگر علامت هایی که وجود داره. خب اینا رو با هم دیگه صحبتشو بکنیم. ببینید، ما اول سر خدمتتون عرض بکنم که 5 تا نظر وجود داره که اینها رنگی هستند در نرم افزار تشتر، که به عنوان 5 نظر نجومی اصلی و در واقع پایدار، تاریخچه دار هستند که با اینها بیشتر سر و کار داریم، و اونهایی که رنگی نیستند در این لیست مثل 150 درجه، 45 درجه یا 135 درجه، اینها نظرات فرعی هستند. خب که همه اینا رو قراره با هم دیگه در این جلسه صحبت بکنیم. خب اولین نظر نجومی ما که مربوط به درجات میشه، درجه 0 درجه است. یعنی چی؟ یعنی نظر مقارنه. زمانی که یک کوکب یا 2 یا 3 کوکب در یک نقطه خاصی هم درجه شدن در یک خونه از خونه های منطقه البروج، یعنی در یک برجی هم درجه و همسان شدن، یعنی در یک نقطه قرار گرفتند و فاصله ای بین اونها نبود، به این حالت میگن که چی؟ در واقع مقارنه، یعنی 0 درجه ای که لحاظ شده برای اونها. خیلی از منجمین بر این باورن که وقتی که همچین اتفاقی میفته سیارات خنثی میشند، یعنی اون اثرات اصلی خودشون رو از دست میدند. اما خیلی از دوستان هم، یعنی اینجا اختلاف نظر هست بین اساتید آسترولوژی، خیلی هاشون هم بر این باورند که نه، رفتار سیارات نسبت به هم دیگه مثل عطارد میشه، یعنی نسبت به نوع سیاره که سعد باشه یا نحس باشه این متفاوت میشه، که با سعد با نحس، یعنی خوی میگیرند. این هم یکی از مباحثی که باید بهش دقت داشته باشیم. نظر دوم نظر 60 درجه است که بهش تسدیس گفته میشه. خب زمانی که ما بین 2 سیاره 60 درجه فاصله افتاده باشه، خب به این حالت تسدیس گفته میشه و با علامت اختصاصی که اینجا مشاهده میکنید به صورت سبز رنگ، یعنی حالت علامت ضرب داره،
نشون داده میشه در علم آسترولوژی و اکثر نرم افزارها همینا رو به صورت ثابت برای شما میتونن که نشون بدن. حتی Z9 لازم نیست که تشترم داشته باشید. نظر بعدی نظر حالا البته اینجاشم بگم که تسدیس سعد ضعیفه، یعنی سعد خفیفه، سعد میانه هست بهش بگیم. یعنی اگر ما بین دو سیاره تسدیس اتفاق بیفته این نظر سعد خفیف رو داره، یعنی سعد میانه داره. نظر تربیع با علامت مربع نشون داده میشه با عنوان 90 درجه فاصله ما بین دو تا سیاره. گفته میشه که خب نحس قوی به حساب میاد، یعنی به عنوان نحوست پذیرفته میشه در علم آسترولوژی. عرض کنم خدمتتون که علامت مثلث که میبینید 120 درجه فاصله ای رو ما بین دو سیاره نشون میده که این هم کاملا سعد اکبر، اثرات بخاصی رو در زندگی شخص میتونه نشون بده. و علامتی که میبینید علامت بخاصیه که علامت چیه؟ مقابله بهش میگند و تمام دشمنیه، یعنی نحس تمام عیاره. چرا؟ چون حالت عکس اون سیاره رو در حالت خودش نشون بده. این خودش یکی از نظراتیه که در جلسات قبلی با هم دیگه صحبت کردیم. خب عین حالت حبوط سیاره است، عین حالت وبال سیاره است. خب که در یک سو سیاره در بهترین حالت خودش قرار داره، در یک سوی دیگر حالت ضعفی به خودش میگیره و این باعث میشه که تنش ایجاد بشه بین سیاره‌ای و بهش حالت مقابله گفته میشه و تمام دشمنیه. حالا سوای همه اینها یک صحبت دیگه ای داریم که مربوط میشه به نظرات فرعی. مثال میگم نظر 150 درجه داریم، 45 درجه. این حالا منجمین هر زمان اینها رو متغیر حساب کردن. 5 نظر اصلی ثابته توی سبکای مختلف علم آسترولوژی، اما این نظرات فرعی فرق میکنن. چیزی که بیشتر با اونها در واقع نجوم آسترولوژی سر و کار داریم دو تا از این هاست. یکی 150 درجه هست که بهش نحس قوی تلقی میشه، بهش گفته میشه که این نحس قوی ترین نحسیه که وجود داره، و یکیش هم سعد قویه و اونم 72 درجه است که ما بین دو سیاره میتونه اتفاق افتاده باشه. خب حالا همه اینا رو به کنار، ما الان وقتی چارتمون رو نگاه میکنیم چه چیزی میبینیم؟ خطوطی میبینیم که نرم افزار دیگه، ببین قبلا اینجوری نبود، شما باید میرفتی حساب میکردی که سیاره شما کجاست، اون یکی کجاست، درجاتشون رو حساب بکنی ببینی آیا چه نظری ایجاد کرده بین درجات دوتا سیاره. ولی الان اینجوری نیست، نرم افزارها به راحتی برای شما نشون میدن که مثلا میگم الان اینجا نشون میده که ما بین این درجه و این درجه تسلیس شده. یعنی چی؟ یعنی علامت مثلث، یعنی تسلیس. خب یا اینجا تربیع شده و علامت مربع برای ما نشون میده که تربیع شده. همچنین علامت تسدیس داریم در اینجا که برای ما نشون میده که اینجا تسدیس اتفاق افتاده. همه اینها تاثیرگذاری‌های بخاصی نسبت به نوع تفسیر ما در چارتمون برای ما نشون میدن که ممکنه که مثال میگم بعضی از مواضع تفسیری ما رو تغییر بده به کل. یعنی حتی همه چیز ممکنه رو به روال خوب دیده بشه، ولی یه جایی میبینید که یه نظر نجومی همه این احوالات رو میتونه که تغییر بده. ببینید الان اینجا دو سیاره در خونه دهم قرار گرفتند، خب یا همچنین در خونه ششم 4 تا سیاره قرار گرفته. قرار گرفتن اینها در یک خونه یک نظر داره، فاصله گرفتن اینها در یک خونه یک نظر دیگه داره، با اینکه حالا درجات اینها باید بیشتر محاسبه بشه که در واقع از چه درجه از منطقه البروج قرار گرفتن تا اینکه بتونیم مثل این چارت برای اینها درجه قائل بشیم، تفسیر قائل بشیم، احکام قائل بشیم و بتونیم که از جنبه‌های مختلف آسترولوژی اونها استفاده بکنیم. حالا من یک لیستی هم براتون آماده میکنم میفرستم که این درجات در اختیارتون قرار بگیره که بتونید از اینها بیشتر استفاده بکنید. موفق باشید.